جوانای ما در هر مجلس که گیر میه دیگه بحث نیسته، در مورد تقدیر جر و بحث است و منجر میشه. هر کس از عقل و مفکوره و فلسفه خود گپ میزنه. جناب محترم، جناب انسان، تو چقدر عقلی کامل داری؟ چقدر قوت در عقل داری؟ من زمانی که تفسیر قرآن کریم شروع میکنم ضرورت وحی را درس میگم که ما برای وحی ضرورت داریم. هدایت توسط حواس ما، توسط عقل ما قطعا ممکن نیست. در مورد عقل گپ میزنم که اگر یک انسان خوب عاقل است آیا میتونه راه هدایت پیدا بکنه بدون وحی؟ کلا، قطعا نه. چرا؟ به خاطر که عقل محسود است، عقل مغلوب است. نمیبینی؟ عقل مغلوب شهوت است، عقل مغلوب قوه وهم است، عقل مغلوب قوه غضب است، عقل متاثر از رسم و رواج ما حول و محیط است. عقل نمیتونه راه خود پیدا بکنه به خاطر که بیچاره عقل در برابر امچو موانع و صدرا نمیتونه راه گشایی کنه برای راهنمایی خود، نمیتونه این کاره. عقل مغلوب قوه غضب است،